از بزرگ پرسیدند راز این آرامشی که در وجودت داری چیست؟ بزرگ گفت بعد از سالها مطالعه و تجربه تصمیم گرفتم که زندگی خود را بر 5 اصل بنا کنم. دانستم که رزق مرا کسی نمیخورد، پس آرام شدم. دانستم که خداوند ما را میبیند، پس حیا کردم. دانستم که کاری مرا دیگر انجام نمیدهد، پس تلاش کردم تا خود او را انجام دهم. دانستم که پایانی کارم مرگ است، پس مهیا شدم. دانستم که نیکی و بدی گم نمی شود و سرانجام به سوی من باز می گردد، پس به نیکی ها افزودم و از بدی ها کم کردم و هر روز این 5 اصل را به خود یادآوری می کنم.